شب سرد اول چله زمستون تو خونه گرم و قشنگ یه کوچولوی ناز به اسم مهرزاد دلش خیلی تنگه. باباش مسافرته و یلدا رو ازش دور افتاده و دلش برای باباش تنگ شده. یهو یه معجزه کوچیک اتفاق میفته. یه دونه انار قرمز و یه دونه برف ناز غم سارا رو میبینن و میخوان سارا بازم بخنده. با همدستی هم نور شمع رو رنگارنگ میکنن و اتاقو پر از شادی میکنن. کم کم گوشه لبای سارا هم لبخند میزنه. تق تق، یک گنجش که بامزه اومده پشت پنجره. تو نوکش یه نامه است از بابای سارا با یه عکس قشنگ. آخه یلدا هم اینجوریه دیگه. حالا همه دور هم جمع شدن، میخندن و انار میخورن و یلدا رو جشن میگیرن. یادتون باشه تو طولانی ترین شب سالم گرمی دل آدما زمستون رو شکست میده. یلداتون مبارک.